آقا دوزی ماجیکار 4 تا دکمه داره، 40 تا کارایی داره. بیا بهت آموزش بدم، از دکمه‌اش بتونی استفاده کنی. با اولی که درا قفل، درا باز، قفل باز میشه. حالا اولی رو 4 ثانیه نگه داری، حالت اتو فعال میشه. دورشی در اتوماتیک قفل، نزدیک ماشین بشی در اتوماتیک باز میشه. دکمه 1 و 2 رو با هم دیگه یه لحظه بزنی میره رو حالت بی صدا. درا قفل بی صدا، درا باز بی صدا. زمانی که بی صدا قفل کنی ضربه بخوره هیچ آژیری نمیزنه، ولی در باز آژیر میزنه. دوباره 1 و 2 رو با هم میزنی از بی صدا در میاد. دکمه 1 و 3 رو با هم بزنی میره رو حالت کارواش یا همون حالت خواب. ماشین میبری تعمیرگاه، ریموت رو میذاری رو حالت تعمیرگاه، بعد بهشون تحویل میده که دیگه بیخودی آژیر رو اذیتشون نکنه. چه قفل رو باز کنی هیچ عکس العملی بهت نمیده، فقط قفل رو باز، انگاری داری با ریموت فابریک قفل باز میکنی. دکمه 3 چند ثانیه نگه داری صندوق باز میشه. دکمه 4 تنظیمات ستینگ کل استارت و تنظیمات ساعت و ایناست. اگرم میخوای ساعت ریموت تنظیم شه